عزیزم من اینجا ماهیانه 70,000 لیر اجاره است. اوکی حساب کن، حساب کتابت خوبه. یک سالشو پیش دادم، یعنی 12 ماه 70,000 تا رو حساب کن ببین چقدر میشه. پیش دادم یعنی ماه به ماه نگران اجاره خونم نیستم. تازه هر ماه با آب و برق و اینا بخوام حساب کنم 10,000 لیرم عادیدات و آب و برق و اینا، کلا ماهی 80,000 که یه سال دادم. اوکی من خونه میگیرم، میتونم ماه به ماه بدم. یک سال پیش میگم اصلا نمیتونیم من و تو با هم بحث کنیم. من سعی میکنم به جای اینکه این برام التماس کنم که بهم تبلیغ بدن که یو زایه نشم بگم وای تبلیغ ندارم، ترجیح میدم تبلیغ نذارم و تنها همین فضای مجازی الان کسب درآمد زندگی من. و شما 3 ماهی که کمپین ریپورت تبلیغات تنداز، کمپین ریپورت پیج تنداز، کمپین ریپورت تنداز، چرا باید مورد آزار قرار بگیرم؟ چرا نباید کار کنم؟ چرا این همه خشم، این همه خشونت، این همه کینه، این همه نفرت؟ الان من دچار افسردگی شدم. 3 ماهی که اصلا نمیتونم کار کنم، بدهی خیلی زیادی بار آوردم. اینا زن ستیزانه نیست.